به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران، برادران و خواهران اهل اسلام من، کودکی از بیماری سرطان اذیت می کشید و نهایت طبیبان او را نجات دادن نتوانستند. کودک در شعبه جراحی جان به جان آفرین تسلیم می کرد و یکی از جراحان به گوش کودک نزدیک شده خواهش کرد: دختر جانم، کلمه شهادت را بخوان، جنت نصیبت می شود. طفلک سرش را جنبانید اما کلمه را به زبان آورده نتوانست. جراح باز دویم بار سخت‌تر و با آهنگ تنبیه تکرار نمود: عزیزم، جانم، سخنم را رد مکن، کلمه را بگو. سخن آخران کسی لا اله الا الله محمد رسول الله باشد به او دوزخ حرام می گردد. خواهشم را رد مکن، کلمه را بگو. کودک آهسته آهسته از حال رفته ایستاده بود و چشمانش نیز تا رفت محکم می شدند. در حالت جاندهی بود و باز سرش را جنبانید اما کلمه را باز هم به زبان نتوانست بیارد. در این وقت جراح با سخن نرم سوم باره از کودک التماس کلمه گفتن را خواهش کرد: جان و جگرم باشه دختر جان، کلمه را به زبان آر، دوزخی نگرده. بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. کودک تمام حسیش را جمع نموده کلمه را گفت: لا اله الا الله محمد رسول الله. پس از این کودک آهسته جان به حق تسلیم کرد. مادرش که فرزندش را برابر جانش دوست می داشت کلمه گفتنی جگربندش را شنیده فریاد زنان زار زار گریه می کرد. جراح از مادری کودک پرسید: برای چه فرزندتان وقتی 2 مرتبه مراجعت کردم کلمه را به زبان نیاورد؟ مادری کودک با اشکان 6 قطار جواب داد: فرزند من بی زبان بود، سخن گفتن نمی توانست. الله سبحانه و تعالی به درد هر یک بنده مؤمن از خزانه غیب شفای کامل و عاجل نصیب روزی گرداند و فرزندان را از والدین، والدین را از فرزند جدا نگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله. با احترام، دوست و برادر شما، امید رحمت. Mm-hmm.